سلام و وقت بخیر. از ساعت 12 شب گذشته تا همین لحظه آسمان میان تهران و تل‌آویو زیر رگبار موشک و آژیر هشدار بوده است. ایران و اسرائیل در خط مستقیم حمله و دفاع. امروز در کاکتوس نیوز با شما همه جزئیات درگیری بی‌سابقه را شریک می‌سازیم، از شلیک‌های موشک بالستیک و انفجارهای ساختمان‌های مسکونی در اسرائیل و ایران تا واکنش جهانی، اخطارهای دیپلماتیک و فرار ساکنان از پایتخت‌های دو سوی جنگ. در حالی که ارتش‌ها در حال آماده باشند، شهروندان هر دو کشور در جستجوی امنیتند. با ما باشید در کاکتوس نیوز، روایت لحظه به لحظه از قلب یک جنگ زنده و تاریخی. در پی موج جدید حملات ایران، سامانه‌های پدافند چند لایه اسرائیل با اختلال جدی مواجه شدند و صدای آژیرهای هشدار بار دیگر در تل‌آویو، حیفا و بیت المقدس طنین انداز شده است. سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرده که در جریان این حملات ساختمان سفارت ایالات متحده در تل‌آویو دچار آسیب جزئی شده است و در مقابل ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد مرکز فرماندهی نیروهای قدس سپاه پاسداران در تهران را هدف حمله قرار داده و شمار کشته شدگان حملات هوایی از جمعه تا کنون به گفته منابع رسمی به 224 نفر در ایران رسیده است. در حالی که ارتش اسرائیل اعلام کرده هدف حملات اخیر دیگر صرفاً تأسیسات نظامی و هسته‌ای نیست، گزارش‌ها از حمله به ساختمان‌های دولتی، مراکز انرژی و زیرساخت‌های شهری در تهران حکایت دارد. برخی منابع اسرائیلی به نقل از بنیامین نتانیاهو گفتند که این حملات ممکن است در مسیر تغییر رژیم در ایران طراحی شده باشند. دولت ایران از انسداد خروجی‌های تهران به سمت شمال کشور خبر داده و گزارش‌ها حاکی از شکلگیری صف‌های طولانی سوخت در پمپ بنزین‌های پایتخت ایران است، همزمان با افزایش فرار ساکنان از شهرهای بزرگ مخصوصاً تهران. اما در پی حملات اسرائیل و مراکز حساس هسته‌ای ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز به درخواست ایران و روسیه جلسه اضطراری در وین تشکیل داده است. منابع دیپلماتیک میگویند این نشست پشت درهای بسته همچنان ادامه دارد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران روز گذشته مدعی شده که بخشی از حملات دقیق اخیر اسرائیل از درون خاک ایران و به واسطه نفوذی‌ها انجام شده است. تنش دیپلماتیک در کنار میدان جنگ نشان می‌دهد بحران از سطح دو کشور فراتر رفته و وارد فاز بین‌المللی شده است. اما فراموش نکنید که همین امروز جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که یک فرد به ظن جاسوسی برای اسرائیل در تهران اعدام کرده است. اما تصاویری که شب گذشته از حیفا، بیت المقدس و تل‌آویو نشر شد نشانگر حملات وسیع و گسترده ایران به اسرائیل بود. اما چیز دیگری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و میچرخه ویدیوهایی است که شهروندان کشورهای اطراف اسرائیل که موشک‌های ایران از آسمان آنها عبور می‌کنند، در حالی که تصویر می‌گیرند از عبور موشک‌های ایرانی، در حال جشن و پایکوبی و خوشحالی و سرور هستند. همین لحظه ارتباطی مستقیم داریم با جناب مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل سیاسی از استانبول ترکیه. جناب فرهمند سلام بر شما. فقط می‌خوام بدانم که آیا این جنگ اگر آنطوری که ایرانی ها به دنبالش هستند فرسایشی شود و زمان بیشتری را بگیرد، آیا ایرانی ها موفق خواهند شد که متحدین منطقه‌ای خود را حداقل از میان اجتماع آنها، اگر حکومت هایشان با ایران همراه نیستند، با خود یک جا بسازند و در کنار ایران در برابر اسرائیل بایستند یا نه؟ شما گمان میکنید اسرائیل پیش از آن که ایران به این برنامه جنگ فرسایشی خود بخواهد تحقق عمل بپوشانه کار را تمام خواهد کرد و حملات گسترده آنها همانطور که در چند روز اخیر می‌بینیم کار را برای ایرانی ها سخت خواهند کرد؟ حتما شما هم ویدیوهایی که از جشن و خوشحالی شهروندان کشورهای اطراف فلسطین و اسرائیل دست به دست میشه را تماشا کردید. با سلام خدمت شما و همه بینندگان گرامی. آنچه از تهدیدهایی که از زبان مسئولان اسرائیلی جاری میشه میتوان دریافت، حاکی از این است که حتی اگر که ایران بخواهد به میز مذاکره با آمریکا بازگردد و بخواهد که حتی بگوید برنامه غنیسازی اورانیوم را
متوقف خواهد کرد و این معنا نیست که اسرائیل حملاتش را به ایران متوقف میکنه. به نظر میرسه برنامه اسرائیل این هستش که همه زیرساخت نظامی ایران و حتی زیرساخت انرژی و اقتصادی ایران را به قسمی نابود کند که هر حکومتی که در آینده در ایران باشد، چه جمهوری اسلامی پابرجا بماند، چه سقوط کند و حکومت یا حکومت‌های دیگری جایش را بگیرد، نتوانند هیچگاه برای اسرائیل خطری باشند. و ایرانی ضعیف شده و حتی تکه تکه شده چیزی است که مطلوب اسرائیل است و در حال حاضر آمریکا هم به نظر می‌رسد که ابتکار عمل را به اسرائیل سپرده. با علم به این موضوع ما انعطافی از رهبران ایران هم نمی‌بینیم، چون که آنها می‌دانند که هدف اسرائیل همین است و تسلیم شدن در برابر اسرائیل حتی ممکن است که این حملات را متوقف نکند و اسرائیل همچنان با توجیه این که میخواهد تهدید علیه خودش را از میان ببرد و در حالی که از پشتیبانی کشورهای غربی هم برخوردار است به برنامه خودش ادامه بدهد. در نتیجه آنها هم ایستادگی میکنند و تا زمانی که ایران یارای آن را دارد که به حملات اسرائیل پاسخ بدهد، شهروندان غیر نظامی ایرانی هم قربانی خواهند شد. چون ما شنیدیم همین امروز از زبان مسئولان اسرائیلی که گفتند که با تهران هم مانند بیروت رفتار خواهند کرد و اینکه خیلی صریح گفتند که چون که حملات موشکی ایران غیر نظامیان را در اسرائیل هدف گرفته، آنها هم غیر نظامیان ایرانی را هدف میگیرند. بنابراین به نظر میرسد که برنامه اسرائیل این باشد که این وضعیت را تا زمانی که حکومت جمهوری اسلامی در ایران دیگر یارای ایستادن نداشته باشد ادامه بدهد و در زمانی هم که این حکومت در ایران به آن مرحله برسد، شاید طرح بعدی این باشد که با حمایت از گروه‌های مسلحی که در ایران تجهیز میتوانند بکنند یا از خارج وارد ایران میتوانند بکنند، کلاً به سمت ساقط کردن این حکومت بروند، که اون هم به معنای این است که در ایران وضعیتی شبیه به سوریه پیش خواهد آمد و کشور وارد دوران طولانی از تنش و آشوب خواهد شد. آنچه میتواند از این وضعیت جلوگیری بکند این است که در ایران در داخل نظام جمهوری اسلامی بخشی از این نظام بتوانند که رهبری را کنار بگذارند و قدرت را به دست بگیرند و با تغییر کامل سیاست ایران بتوانند که به توافقاتی به آمریکا برسند و اونها ممکن است که بتوانند که این برنامه را در جایی متوقف کنند، هرچند همچنان مانند آنچه در سوریه اتفاق افتاد و به نظر می‌رسد که الگوی اسرائیل همین سوریه باشد. اسرائیل ممکن است که باز هم به حملاتش ادامه بدهد. یعنی ما دیدیم که حتی بعد از تغییر نظام در سوریه، اسرائیل همچنان در حال بمباران مواضع نظامی در سوریه است. در این بین من میخواهم که از وطنداران عزیز افغانستان تشکر کنم که من میبینم که در فضای مجازی همدلی خودشان را خیلی با مردم ایران بیان میکنند. در حال حاضر سرنوشت میلیون ها افغان که در ایران زندگی میکنند هم با سرنوشت ایرانیان در هم آمیخته، به ویژه اینکه آنها از امکانات خیلی کمتری هم برای اینکه به جاهای امن بروند، از شهرهای بزرگ خارج شوند، از امکانات خیلی کمتری برخوردارند و متاسفانه آنها هم ممکن است که همراه با مردم ایران قربانی این حمله اسرائیل بشوند. بسیار خوب، سپاسگزار هستم از شما مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل سیاسی از استانبول ترکیه. اما یک بار دیگر خبری که در ابتدا با شما در میان گذاشتیم را تکرار خواهیم کرد. از ساعت 12 شب گذشته تا همین لحظه آسمان میان تهران و تل‌آویو زیر رگبار موشک و آژیر هشدار بوده است. ایران و اسرائیل در خط مستقیم حمله و دفاع. امشب یا امروز در کاکتوس نیوز با شما همه جزئیات این درگیری بی‌سابقه و تاریخی را شریک می‌سازیم، از شلیک موشک‌های بالستیک و انفجارهای ساختمان‌های مسکونی در اسرائیل و ایران تا واکنش‌های جهانی، اخطارهای دیپلماتیک و فرار ساکنان از پایتخت‌های دو کشور. در حالی که ارتش‌ها در حالت آماده باشند، شهروندان دو کشور در جستجوی امنیتند. با ما باشید در کاکتوس نیوز امروز، روایت لحظه به لحظه از قلب یک جنگ زنده. اما شب گذشته تا امروز، تا همین لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم، چه گذشت در ایران و اسرائیل؟
در پی موج جدید حملات ایران، سامانه‌های پدافند چند لایه اسرائیل با اختلال جدی مواجه شدند و صدای آژیر هشدار بار دیگر در تل‌آویو، حیفا و بیت المقدس طنین انداز شده است. سفیر امریکا در اسرائیل اعلام کرده که در جریان این حملات ساختمان سفارت ایالات متحده در تل‌آویو دچار آسیب جزئی شده است. در مقابل ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد مرکز فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران در تهران را هدف قرار داده و شمار کشته شدگان حملات هوایی از روز جمعه تا کنون به گفته منابع رسمی در ایران به 224 نفر رسیده است. در حالی که ارتش اسرائیل اعلام کرده هدف حملات اخیر دیگر صرفاً تأسیسات نظامی و هسته‌ای نخواهد بود، گزارش‌ها از حمله به ساختمان‌های دولتی، مراکز انرژی و زیرساخت‌های شهری در تهران حکایت دارد. برخی منابع اسرائیلی به نقل از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتند که این حملات ممکن است در مسیر تغییر رژیم در ایران طراحی شده باشد. دولت ایران از انسداد خروجی‌های تهران به سمت شمال خبر داده و گزارش‌ها حاکی از آن است، حاکی از شکلگیری صف‌های طولانی سوخت در پمپ بنزین‌های پایتخت ایران است، همزمان با افزایش فرار ساکنان از شهرهای بزرگ مخصوصاً تهران. اما در پی حملات اسرائیل به مراکز حساس هسته‌ای ایران، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز به درخواست ایران و روسیه جلسه اضطراری در وین تشکیل داده است. منابع دیپلماتیک میگویند این نشست پشت درهای بسته همچنان ادامه دارد. همزمان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران مدعی شده که بخشی از حملات دقیق اسرائیل از درون خاک ایران و به واسطه نفوذی‌ها انجام شده است. تنش دیپلماتیک در کنار میدان جنگ نشان می‌دهد بحران از سطح دو کشور فراتر رفته و وارد فاز بین‌المللی شده است. با ما همراه باشید در کاکتوس نیوز. هر لحظه، هر ثانیه‌ای که هر اتفاقی در دو سوی جنگ ایران و اسرائیل رخ دهد، حتما ما با شما در کاکتوس نیوز شریک خواهیم کرد جزئیات خبر را. سپاسگزار و خدا نگهدار.